منیزیم یکی از مواد معدنی ضروری هستش که در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی بدن نقش داره. از جمله کارهایی که منیزیم در بدن انجام میده میتونیم به کاهش اسپاسم‌های عضلانی، کاهش علائم PMS در خانم‌ها، بهبود عملکرد قلب و فشار خون و همچنین برای پیشگیری از پوکی استخوان اشاره کنیم. در مقابل پتاسیم نیز یکی از 7 ماده مغذی ضروری بدن هستش که مطالعات نشون میدن که پتاسیم باعث تنظیم و کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون میشه. مکملی داریم به نام مکمل کالمک که حاوی منیزیم و پتاسیم هست که به کمک هم میتونن هم اثر همافزایی با هم داشته باشن و بر روی جذب همدیگه تأثیر بذارن و به اون نتایج درمانی که مد نظر ما هست برسیم.